هستم. به عنوان اولین سوال خدمتتون عرض بکنم که شیرین گرامی در رقابت‌های سگانه لندن موفق شد حضور داشته باشه و بازتاب‌های بسیار زیادی هم داشت، مطالب زیادی هم مطرح شد. به عنوان کارشناس ورزش بانوان و یک بانوی ایرانی چه صحبتی درباره حضور خانم گرامی در این رقابت‌ها دارید؟ با درود به شما و بینندگان برنامه سود. همونطور که گفتین شیرین گرامی یکی از ورزشکاران زن ایرانی که مقیم لندن هستش تونست با پیگیری‌هایی که خود شخصا انجام داد مجوز شرکت در مسابقات سگانه لندن رو بگیره، مسابقات بین‌المللی که در هاید پارک لندن برگزار شد و با قوانینی رو که جمهوری اسلامی براش تعیین کرده بود تونست در هر 3 مرحله شرکت بکنه. یعنی با پوشش اسلامی که تعیین کرده بودن شنا کرد، دوچرخه سواری کرد و دوید. از یک جنبه خب جای خوشحالیه که دختری ورزشکار مصمم دنبال کارش میره و سعی میکنه که این امتیاز رو بگیره و در مسابقات شرکت بکنه. این از نظر فردی و موفقیت فردی که داره من در همینجا بهش تبریک میگم. ولی سوال اصلی و در واقع دید مشخص من به عنوان کارشناس ورزشی این هستش که سوال میکنم از مسئولین ورزش ایران که آیا این مجوزی که به شیرین گرامی داده شده متعلق به تمامی زنان ورزشکار در ایران هستش؟ یعنی دختران و زنان ایرانی ما با همان پوشش مشابه شیرین گرامی میتونن از فردا در آبهای آزاد ایران شنا بکنن؟ میتونن با پوششی که شیرین داشت در مسابقات در میدانهای ورزشی یا فضای آزاد جامعه ایران دوچرخه سواری بکنن؟ یعنی ما باید در نظر بگیریم ببینید اگر این امکانات برای تمامی اقشار جامعه ایران زنان برای ورزش کردن در جامعه ایران قدمی به جلو باشه خیلی خیلی مثبت هستش و باید استقبال کرد از این. ولی اگر این مسئله فقط به عنوان این که ورزشکاری در خارج از ایران، یعنی صرف نظر از این که امکانات در ایران برای بقیه هستش یا نه، شخصا این امکانات رو تونسته زحمت کشیده برای خودش در بیرون از ایران آماده کرده و خودش رو در حد مسابقات بالا کشیده و در واقع یک لقمه آماده هست فقط برای این که تبلیغ بکنه و رپرزنتانت یک رژیم یا یک کشور باشه. از یک جنبه میتونه خوب باشه که به عنوان زن ایرانی حضور داره و نام زن ایرانی در جامعه ورزش دنیا مطرح بشه، ولی این نباید این فکر غلط رو در دنیا انعکاس بده و همینطور برای ایران که زنهای ایران آزاد هستن و به این گونه ورزش میکنن. چرا که من براتون مثال این رو میزنم. چند ماه پیش ما داستان الهام اصغری رو داشتیم، دختر شناگری که صرف نظر از این که مدعی بود که رکوردی که زده رکورد هستش یا نیستش، من اصلا روی این بخش قضیه نمیرم، بلکه بر روی برخوردی که خانم مرضیه اکبرآبادی مسئول ورزش بانوان ایران و مسئولین ورزش زنان در ایران با این خانم کردن، مطرح کرده بودن که حجاب الهام برای شنا در آبهای آزاد کافی نبوده و چند ماه بعد ما شیرین گرامی رو داریم که شرکت میکنه با همون حجاب، حتی کمی کمتر. حالا من سر اونش من خیلی خوشحال میشم اگر بی حجاب یا آزاد کسی اگر میخواد بدون حجاب شنا بکنه بدون حجاب شنا بکنه. ولی اگر این مسئله رو بخوایم اینطوری مد نظر بگیریم چند ماه بعد شیرین گرامی شنا میکنه و جالب این هستش که اگر ما بخوایم این قضیه رو سیاسی نبینیم به نظر من اشتباه کردیم، چون نیست کاملا قضیه سیاسی هستش. چرا که بعد از شرکت شیرین گرامی در این مسابقات آقای رئیس جمهور ایران آقای روحانی در صفحه توییتر خودشون پیام تبریک براش میفرستن، شرکت شیرین گرامی رو به عنوان اولین زن ایرانی. ما ببینیم مثال‌های مختلف داریم. ما لیلا اسفندیاری رو داریم به عنوان اولین زن به قله کلیمانجارو میره
در هیمالیا بالا میره، ولی به خاطر اینکه حجابش رو از نظر مسئولین ایران تایید نمیکنن، حاضر نمیشن به هیچ عنوان، نه قبل از حرکتش به سوی این قله و نه بعد از اون که در واقع این عزیز ما جونش رو در قله گذاشت و جنازش هم در همونجا در بالا موند، از او تصویری پخش بکنن به دلیل اینکه اعلام کردن که حجاب ایشون کافی نبوده. یعنی ما نمیتونیم یک بام و دو هوا داشته باشیم. همسایه خوب نباید باشه. خانم عیاقلی، بسیار ممنون از توضیحات موشکافانه و کارشناسی شما. به حقم صحبت درست و به جایی به عنوان یه بانوی ایرانی کردید که همه رو باید به یه نگاه دیده بشه. تو همین ورزش بانوان اتفاقات دیگه هم افتاده. حالا شیرین گرامی رو که ازش بگذریم، حضور هدیه تهرانی، بازیگر ناماشنای سینمای ایران در فدراسیون ووشو هست که حکم نایب رئیسی فدراسیون